در حالت جنگی شهروندان وظیفه‌دار شدند دارایی‌شان را برای مدافعه تاجیکستان خرج کنند. این طلبات قانون است که پارلمان روز 29 می قبول کرد. در دوره جاری نمودن حالت جنگ با مقصد تامین مدافع دولت این شد وظیفه‌های نقلیات که در ملکیت شخصان واقعی و حقوقی قرار دارند میتوانند استفاده گردد. طبق رعایت قانون مسائل جوابگری معمولی و جنایی برای رعایت کردن رژه حالت جنگی پیش بینی شده است. در تاجیکستان باری اول است قانون درباره حالت جنگی قبول می شود. اکنون در دایره طلبات این قانون در حالت جنگی مقامات صلاحیت‌دار وظیفه دارند خدمت رسانی علاقه را محدود، نظارت فعالیت نشریه ها را پرزور و از بالای رسانه های اخباری عامه نیز سنزور جاری کنند. وکیلان پارلمان گفتند حالت جنگی نه تنها هنگام حمله مسلحانه کشور دیگر بلکه در حالت تهدید هم میتواند اعلان شود. لایحه قانون ذکر شده از 18 ماده عبارت بوده با مقصد فراهم آوردن زمینه حقوقی جهت تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های برای مدافعه جمهوری تاجیکستان در حالت جنگی، پیشگیری و زده‌گرداندن تجاوز یا تهدید تجاوز و مقابل تاجیکستان، اینچنین مکمل‌گردانی اقتدار مدافعی دولت تهیه و پیشنهاد گردیده است. سیاستشناسان بعید می‌دانند که تاجیکستان به کشور جنگ اعلان کند، اما اعلان حالت جنگی میتواند در صورت ناآرام شدن یکی از کشورهای همپیمان ناگزیر شود. اگر نواد و تهدید و خطر تا درجه نیروی حربی از جانب عامل‌های بیرونی به یکی از اعضایان پیمان مربوطه احساس شود و با آنها جنگ اعلان کنند، تاجیکستان وادار می شود که در یگان شکل طریق فرستادن لشکر یا دیگر جزئیاتش وارد جنگ شود و از این خاطر مجبور می شود که در داخل تاجیکستان نیز حالت جنگ را اعلان کند. با گفته مسئولان وزارت مدافعه هنگام اعلان حالت جنگی فعالیت جمعیتی رفت و آمد شهروندان محدود شده، مصادره مال و اموال ساکنان برای احتیاجات مدافعوی و جبران ارزش آن پیش بینی شده است. طبق قانون جدید حالت جنگی را پرزیدنت اعلان و پارلمان تصدیق می‌کند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.